اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز پنجشنبه. توماس ویست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان میگوید گزارش‌های مبنی بر کاهش چشمگیر کشت مواد مخدر به دلیل تطبیق پالیسی‌های امارت اسلامی معتبر و مهم است. این در حالی است که نهاد تحقیقی السیست گفته است کشت مواد مخدر در افغانستان به صفر کاهش یافته است. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ آقای مولا خیرالله خیرخواه میگوید زمان آن رسیده است تا دست به دست هم دهیم و برای بقای نظام اسلامی با هم همکاری نماییم. مسئولین وزارت مالیه میگوید با پیشنهاد ریاست عمومی گمرکات و منظوری وزارت مالیه کشور برای به وجود آوردن سهولت برای تجاران و انکشاف تجارت در کشور در تمام گمرکات سرحدی تنها با موترهای افغانی خاکپولی را معاف کرده اند. مسئول کمیته تسکین بعثه افغان در مکه مکرمه میگوید به منظور فراهم شدن تسهیلات بیشتر برای حجاج کشور، هتل‌های نزدیک حرم شریف را به کرایه گرفته اند. خلیفه سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت امور داخله، در دیدار با والی، علما، بزرگان و مسئولان محلی بلخ گفت در مبارزات 20 سال گذشته تجهیزات اندکی در اختیار داشتیم، اما توانستیم با اتحاد، اراده قوی و ایمانداری اشغال را پایان دهیم. آقای حقانی افزود اکنون همه مسئولان شب و روز برای پیشرفت و ترقی کشور تلاش میکنند. دکتر قلندر عباس، سرپرست وزارت صحت عامه، در دیدار با شاهزاده پاکستان در کابل بر همکاری‌های دوجانبه در بخش صحت تاکید کرد. در این دیدار دو طرف درباره ایجاد تسهیلات صدور ویزا برای دکتران افغان و بهبود فعالیت شفاخانه محمد علی جناح کابل، شفاخانه گرده ننگرهار و شفاخانه نایب امین الله خان گفتگو کردند.